هیچ کارخونه‌ای نمیتونه چیزی که بدن مادر میسازه رو بسازه. شیر مادر فقط یه غذا نیست، یه معجزه است. پروتئین، قند، چربی، ویتامین، مواد معدنی و فاکتورهای رشد رو داره. این یعنی تمام نیازهای نوزاد رو برای رشد و تکامل فراهم میکنه. عوامل ایمونولوژیک و مواد ضد باکتریایی داره، یعنی علاوه بر تأمین نیازهای غذایی، نوزاد شما رو در برابر ابتلا به بیماری‌ها محافظت میکنه. غلظت و محتواش حتی در جریان یه نوبت شیردهی هم تغییر میکنه، یعنی متناسب با نیازهای نوزاد شماست. از همه اینها گذشته هیچ شیر خشکی نمیتونه جای اون امنیت و آرامشی رو که نوزاد موقع شیر خوردن در آغوش مادرش داره رو پر بکنه. حالا انتخاب با شماست، شیر مادر یا شیر خشک.